اسماعیل سامانی شهر دوشنبه خدایف جمشید مرودعلیویچ سال تولدش 1985 ساکن موقتا بیکار پایتخت را بر اساس ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان به میده افباشی گناهکار دانسته به 7 روز حبس مأموری محکوم کرده است. بنا به گزارش نشر شده در سامانه دادگاه، دادرس نورعلیزاده جمشید خداییف را در آن گناهکار دانست که او روز 20 می سال 2021 تخمینا ساعت 13:40 هنگامی در داخل بازار میرگان شهر دوشنبه قرار داشتنش نسبت شهروند حلیم و شهرنسا با آواز بلند دشنام‌های قبیح داده آرامی شهروندان در داخل بازار قرار داشته را خللدار ساخته ترتیبات جمعیتی را ویران کرده است که اوید به این حالت از جانب کارمندان میلیتیا پروتکل ترتیب داده شده است. حقوق ویران کننده خداییف جمشید در رفت مرافعه سعودی این اتهام را اعتراف کرد و بیانات داد که در واقع بنابر نافهمی سابق همسرش را دشنام‌ها داده ترتیبات جمعیتی را در داخل بازار کمی ویران کرده است. خداییف جمشید گفت سبب مناقشهشان این بود که همسر سابقش فرزند نابالغش را به او نشان نمیداد، اما دادگاه حرکت‌های حقوق ویران کننده خداییف جمشید را بر اساس ماده 406 همچون در جایهای جمعیتی دشنام دادن به طور تحقیرآمیز به آدمان در افتاده ترتیبات جمعیتی و آسودگی آدمان را خللدار کردن معنی داد و بند و بست کرده نسبت به او جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 7 شبانه روز تعیین کرد. دادگاه نایه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 16 ایون ساکن 47 ساله پایتخت منیره رشیدووا مادر 5 فرزند را بر اساس ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان با اتهام بی‌مسئولیتی در تربیت فرزند 180 سامانی جریمه بست. به گفته دادگاه معین کرده شد که رشیدووا منیره حکیمونا از عهدهداری‌های پرستاری و تربیت فرزند نابالغش نبرآمده است که در نتیجه فرزند نابالغش ساعت 10 شب 18 می در باغ صدرالدین عینی با همراهی رفیقانش به آواره‌گردی و دیگر کردارهای ضد اخلاقی مشغول شده کارمندان میلیتسیای نویه اسماعیل سامانی هنگام بازداشت از دست او یک کارت پیدا کردند. حقوق ویران کننده رشیدووا منیره در مرافعه سعودی با گناهش پورا اقرار شده با اظهار پشیمانی از دادگاه خواست نسبتش جزای سبکتر تعیین کرده شود. دادگاه رفتار مادر را همچون اجرا نکردن عهدهداری‌های تربیوی بند و بست کرد و خصوصیت حقوق ویرانکنی مأموری صادر نموده شخصیت گناهکار، حالتهای سبک کننده جوابگری مأموری، وضع مال و ملکی و عائلوی حقوق ویران کننده رشیدووا منیره حکیمونا را به انابت گرفته به او جزا در نمود جریمه 180 سامانی به فایده دولت تعیین کرد.